لطف داری حتمی، ولی باید به پسر و دخترم و عروسم خبر بدم چون اونا دلنگرون میشن. بچرخ مادر بچرخ. بولبول نخور دیگه، بذار من کار تو رو بکنم وگرنه لباس تو 3 روز دیگه طول میکشه. گردن درد گرفتم. ای انوس خانم جان، من که یه اومد دست اینا همه جا درد گرفتم، من چی بگم؟ کجا درد گرفتی؟ رفته بودم میشه نگره میگفت همه جا درد گرفت. من لباس تو انوس خانم جان، بیاده کجا موندی؟ محبوب خانم جان، محبوب خانم جان. بله قربونت برم. حالا که برای آقا فیروز سخته تا منزل ما بره، من یه زحمتی به شما بدم. بفهم. قربون قد بالای تو برم. ببین سر بازارچه بعد از سقاخونه نزدیک گذر لوتی ساله یه دقیقه درشکی چیه نگهدار، اونجا یه دکون نجاری هست بالاش نوشته وفا. اون شاگرد نجار سلام منو برسون، بگو با پسر و عروس من بگه شب من میمونم. اون منزل ما رو بلده، منزل خودشونم یه 2 تا کوچه اونورتره دیگه. اون وقت حاجت نیست که دیگه آقا فیروز تا منزل ما بیاد، راه شما هم دور.